دوستان عزیز السلام علیکم. 28 ایونی سال 2026 می باشد. من با شما حاضر نشون میدم کسلی جل زدگی رو، کسلی ارد زدگی رو، شوره زدگی رو. با من هر روز در واتساپ یک 10 تا 20 تا 30 تا روی میکنن. همین رسمی انگورشون که شوره زدگی است که این چی است. من از اول بهار گفته ایستاده بودم که 2 روز زنید، 2 مرتبه فلیکور زنید، بعد سکور زنید، ایمپکت زنید، دوره حشرات زنید. هیچ که گوش نمیکند. با میگه نمو نزدیمو هم خیلی شد. که نزنید با البته هم خیلی میشود. مانا شوره زدگی دیدید؟ ما توپاز زدیم کسال رو در همین مرحله باز داشتیم. اینو ببینید. این دیگر صحت نمیشود. ما هم دیر کردیم. این بعضی از انگورهای ما که با کسالی تو باور نیست کسال شده است. دیگر انگورمون تازه است چون که ما 6 مرتبه دارو زدیم. 6 مرتبه در تورسون زده الکی 15 مرتبه دارو زدن. در شما دارو نمیزنید بعد میگه چی گپ شد. من هم یک مرتبه نشون دادم دیگر نپرسید. جل زده است. شما حوض توپاز 5 گرم توپاز رو در 10 لیتر آمیخته کرده زنید. هرچند کسال رو پیشش رو دیگر نمیگیرید، پیشش رو میگیرید و نصف نمیکنید، تازه کردن نمیتونید. برای همین از اول بهار انگورتون رو اگر خواهید که انگور خورید 2 روز زنید. 2 مرتبه فلیکور تو گل کردن، بعد گل کردن ایمپاک، سکور، توپاز، ریدامیل. من همین دورو رو ایواز کرده یا که همش رو یا که از یک تاش چند مرتبه علاوه کرده زنید. بعد شما انگور میخورید. در پناه خدا باشد. لایک رو فراموش نکنید. خدا نگهبان شما باشد.